بسم الله الرحمن الرحیم. ما گاهی وقت میگم که تا وقتی که کبوتر شای دوشمشیره را به دست خود حلال نکنی نخوری، توحیدت پخته نشده. چرا که اگر حراس داری که اگر کبوتر را بخورم شای دوشمشیره برام ضرر میرسانه، موحد شده نمیتونی، عقیدت کامل نشده. اونو وقت عقیدت تو کامل میشه. اگر نه که امی عقیده را داشتی که نه چوبی که در بالوی قبر کدام پنجه چینار آمده بالا شده و در اینجا فلانی زندگی کرده، این پنجه چینار را چوبش کسی برده نمیتونه، تا او وقت تو موحد نیستی. در یک منطقه رفتم، یک چوبی خشک افتاده در اینجا. از کسی سوال کردم گفتم چرا کس نمیبره؟ گفتی خب میخی دلدل است، میخی دلدل است. چه عقیده خرافاتی داره. این موضوعات انشالله خوب فایده داره برای صحت عقیده ما. برادرها خوب بدانه مردم چی تصوراتی داره، چه قسم خود مؤمن میگه. در ذهنیت عامه مردم افغانستان این گپ آمده که علی رضی الله عنه یک شخصیتی بوده که یک اسب به نام دلدل داشت. خوی دلدلی تو اسب عادی نبود. در هر جایی که میرفت سنگش در سنگام نقشش باقی میماند و این قدر کلان بود که وقتی که استاد میشد مثلا چیستا دنبی ازی یا تنه پشتی سر ازی در طرف دیمزنگ بود، خود سرش در کوی زد بودک. این قدر کلان می بود. از او خاطر رو مردم برای من گفت که در یک بغل کوی چی بوده درخت، در او طرف کو، یعنی در او بغل یک جایی نمیتور مثل خاک واره که تخت واره جور کرده. برای من مردم چی گفتن؟ میگه مولوی سبی میخی دلدل بود اونمو او خوری دلدل بود. این دلدل کلان استاد میشد دیجا پایش بسته میکرد در او خور بگه علف میخور. خوی میخی دلدل چی شده؟ گفت ایره کس برده نمیتونه. گفت چطور؟ گفت یک آدم امی چوبه برده بود، وقتی که رفت که در خانه میندازه هر چی میکنه از شانه دور نمیشه، محکم است. حالی ایران مانده، پس دور خورد ساکی، پس اینجا انداخت از شانش دور شد. از او خاطری را کسی هم برده نمیتونه. من خو نو رفته بودم، زمستان آمده بود، منطقم خیلی سرد بود. از امو خاطر شاگردا را گفتم، من گفتم بگیره تیشه و اره را. خدا خانه که شاگردا تیشه و اره طلب میکرد پدرها نمیداد. گفت در بدر میشیم، ما را تباه میکنیم. شاگردا را فهماندم به هر طریق که میشه دزدی کنی از پدرهای تانی تیشه را ببره. خب اونجا اکثر در بیابانا، در درختای تنا، در خانه های ویرانه، در چشمه ها، در اون طورا جنیات زیاد می باشه. از او خاطر بعضی اوقات که مردم اونجا کاری میکنه، اما جنیات باز اذیت و آزار میده. همینطور شخص فکر میکنه که البته کلی تاثیرات و کمالات بگه دمی درخت و چوبه، حالا که اونجا امو چوبه از جنیات میباشه، تو میبری واز را زور میده، تو را اذیت میده. من گفتم اعوذ بالله و بگه بسم الله را امرای دو صورت کی را اخیره قل اعوذ برب الفلق بخونه عرق کنی چوبه را. وقتی که چوبه را آوردن 24 بار چوبی خشکی چند ساله او زمستان یک رقم گرم تیر کردم که بخاری ما شب گرستم. خب مردم همیشه گوش گرفته بود که مولوی صاحب چی وقت از بین میره، اینطور خوشیده نمیتونه. گوشی ما چر کرده بود، رفتم در بامیان در مرکزش به خاطر ششتن چوب. یکی دیگه خدا میگفتم میگه دیدی زوریشه از او خاطری چوب یاره کرده بود. ما گفتم مردم این گوشم چر کرده از او خاطر آواز نمیشنیدم، ما ایره ششتم. برای ما ضرر رسانده نمیتونه، این چیزا ضرر نمیرسانه. ببینی عوامی بیچاره ما تا حالی را این تصورات داره. این تصورات غلط است برادرای مؤمن. باید ما عقیده داشته باشیم که بله عقیده پاک و صاف داشته باشیم، یعنی ما از قلب خود اینمی تصورات دور بکنیم. اونو وقت ما موحد واقعی شده میتونیم، در غیر از او کسی مؤمن شده نمیتونه. از او خاطر گفتم که کفتری شاید شمشیره را و پنجه چینا را خودت اره نکردی، در جایی که سری قبر بیرقاسته خودت قطعه دست نگرفتی، میده نکردی، چوبش اون طرف نانداختی، موحد شده نمیتونی. ما و شما هم که اینمی چیزایی که در ذهن ما نعوذ بالله قابل تقدس است و او را عظمت قائل هستیم، اگر به دست خود او را از بین نمیبریم
مؤمن و موحد قوی نمیشیم تا وقتی که گنبز به دست خود چپا کنیم. در شریعت اسلامی سر قبر گنبز جور کردن درست است؟ پیغمبر علیه السلام علی را جنها با چی معذف کرده بود؟ گفت برو اوار کردن قبرایی که از یک بلست بلند است چکو از بین ببر. خوی توری کاروایا را مجاهدای بزرگ میتن، هر کس نمیتن. یک مجاهد الله توفیق میده، یکی را نمیده.